من امیرعلی هستم و خوشحالم که به کانالم خوش اومدید. اینجا امیرعلی بیلدر هست، جایی که سفر ما رو برای تبدیل این آپارتمان قدیمی به آپارتمان مدرن اشتراک میذارم. من همیشه عاشق بازسازی و تبدیل فضاهای قدیمی به فضاهای جدید و جذاب بودم. در این کانال همه مراحل بازسازی را با شما به اشتراک میذارم، از تخریب اولیه تا طراحی و مواد اولیه و نهایتاً اتمام پروژه. میخوام تجارب و نکات مفید رو در موضوعات مختلف مثل انتخاب مسئله، برآورد هزینه، برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه با شما به اشتراک بذارم. این پروژه یه سفر جالب و پر از چالش است و من مشتاقم که تمام مراحلش رو با شما به اشتراک بذارم و از تجربه و نظرات شما بهره ببرم. اگر به بازسازی ساختمان، طراحی داخلی و ایده‌های خلاقانه علاقه دارید، حتما کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله اعلامات رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید و بعدی با خبر بشید. فراموش نکنید که ویدیو رو لایک و نظرتون رو برای من به اشتراک بذارید و کامنت بذارید. بریم پروژه رو ببینیم. خب اینجا ورودی راهرو سمت راست آشپزخانه، بعد از سالن یه اتاق کوچک و وارد راهرو میشیم. روبروی اتاق کوچک اتاق بزرگ، بین دو تا اتاق دستشویی و حمام. خب با هم دیگه پروژه رو دیدیم و اینکه الان بریم سراغ طراحی اتاق‌ها، آشپزخونه، دستشویی و حمام و تراس و میز بار. طراحی این پروژه رو با هم دیگه دیدیم. این پروژه چون سال ساخت بسیار زیادی داره، ما تصمیم گرفتیم لوله‌های فاضلاب و لوله کشی این ساختمون و حتی سیم کشی برق‌هاشو عوض کنیم. تو مرحله اول دیوارهای بین دستشویی و حمام و اتاق‌ها رو تخریب بکنیم. چون تو طراحی ما دستشویی و حمام رو با هم ادغام کردیم، یکی از اتاق‌ها رو با هم دیگه بزرگش کردیم. بریم مرحله اول رو ببینیم. قسمت اول این پروژه به اتمام رسید. ممنون از اینکه تا اینجا ما رو همراهی کردید. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. و این ویدیو رو لایک و برای من کامنت بذارید تا نظرات و پیشنهادات شما رو دنبال کنم.